قمچبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و رهبر هیئت آن کشور در مذاکرات مسائل مرزی با تاجیکستان روز 28 ینور به خبرنگاران قرقیز خبر داد که مذاکرات دو کشور در واحد سرحدی دوستوک در مرز بادکند و اسفره به انجام رسید. جانب تاجیکستان تا کنون نتیجه های این مذاکرات را شرح نداده است، ولی توشیف گفت که در جریان صحبت ها یک قطار تفاوضات حاصل شد. یکم، ما قرار کردیم که برای تحقیق حادثه روی داده یک کمیسیه تشکیل شود. دوم، کمیسیه باید سبب‌های را که باعث حادثه های دیروزه شدن نیز تحقیق کند. سوم، به وزارت حالتهای فوق‌العاده دستور داده شد تا برای به خانه‌هایشان برگرداندن ساکنان به سبب وضع از مرز کوچانده شده کمک رسانند. همه آنها باید تا شام امروز 28 ینور به خانه‌های خود برگردانیده شوند. چهارم، به مقامات قدرتی دستور شده است که برای تأمین ترتیبات و امنیت در محله ها کار برند. پنجم و از همه اساس، تمام نهادهای قدرتی باید از مرز بیرون کشیده شده به قسم‌های نظامی برگردند. در مرز فقط کارمندان میلیسیا و مرزبانها باقی میمانند. در پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه قرقیزی ترموش در مورد اینکه گویا جانب تاجیکستان توافق‌های قبلی را رعایت نکرده تیرپرانی را سر کرد و آیا تا کجا این دفعه توافقات به دست آمده را رعایت خواهد کرد، توشیف با یک لحنی که خود را غالب مناقشه آخر تصویر میکرد گفت ما امیدواریم که بعد مناقشه دیروزه آنها توافقات امروزه به دست آمده را رعایت و اجرا خواهند کرد. بعد مناقشه دیروزه آنها سبق گرفتند و به این دلیل مجبورند که توافقات حاصل شده را رعایت کنند. قبلا خبر داده بودیم که روز 28 ینور در جماعت چارکوی اسفره مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان آغاز یافت. این مذاکرات در پی مناقشه مسلحانه شب 27 ینور در مرز اسفره با ناحیه بادکند قرقیزستان بود که از دو طرف دو کشته و دست کم 21 زخمی به جا گذاشت. هر دو نفر کشته شده ساکنان ملکی تاجیکستانند. در عکسایی که از جریان مذاکرات نشر شد دیده میشد که هیئت تاجیکستان را فرمانده قشون‌های مرزبانی جنرال رجب علی رحمان علی و هیئت قرقیزستان را قمچبک توشیف رهبری میکنند. در مذاکرات از جانب قرقیزستان همچنین رئیس ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف و از طرف تاجیکستان رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده، شهردار اسفره بهاودین بهادرزاده نیز دیده می شدند. مذاکرات پشت درهای بسته گذشت، ولی در آغاز گفتگوها هم توشیف و هم رحمان علی به ضرورت حل صلح‌آمیز مناقشه ها تاکید کردند. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شب 27 ینور یک بار بد شد. تخمین ساعت 18:40 در چهارراه زرافشان و محله سامانیان جماعت چارکو بین مرزبانان تاجیک و قرقیز مناقشه مسلحانه سر زد که حدود 6 ساعت دوام کرد. در این مناقشه از جانب تاجیکستان 2 نفر ملکی کشته و 10 نفر دیگر از جمله 6 نظامی و 4 نفر ملکی زخمی گردیدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه اخیر از جانب اهالی و حربیان قرقیز کسی کشته نشده، ولی 11 حربی قرقیز تیر خوردند. در نتیجه مذاکرات شب گذشته طرفها در مورد آتش بس، بیرون کشیدن نیروهای ایلووگی و گشودن راهها به توافق رسیدند. هر دو طرف میگویند در حال حاضر وضع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان معتدل بوده تحت نظارت قرار دارد.